تو 60 ثانیه به صورت ساده ببینیم یه موتور 4 سیلندر چطور کار میکنه. این موتور 4 مرحله اصلی داره. تو مرحله اول در حالی که سوپاپ‌های خروجی بسته و سوپاپ‌های ورودی بازن، پیستون پایین میاد و مخروط هوا و بنزین وارد سیلندر میشه. تو مرحله دوم در حالی که سوپاپ‌های ورودی و خروجی بسته‌اند، پیستون بالا میره و مخروط هوا و بنزین رو تا حد زیادی فشرده میکنه. تو مرحله سوم در حالی که هنوز همه سوپاپ‌ها بسته‌اند، شمع جرقه میزنه و باعث آتش گرفتن سوخت و آزاد شدن انرژیش میشه و پیستون با شدت به پایین حرکت میکنه. تو مرحله چهارم هم در حالی که سوپاپ‌های ورودی بسته و سوپاپ‌های خروجی بازن، پیستون بالا میاد و گازهای حاصل از احتراق رو از سیلندر خارج میکنه. تو هر لحظه یکی از این 4 مرحله در هر یک از سیلندرها در حال رخ دادنه. اولین حرکت با استارت خودرو شروع میشه و بعدش این حرکت به دلیل چرخش میلنگ ادامه پیدا میکنه. پیستونی که پایین میاد با شاتون به میلنگ نیرو وارد میکنه و چون این نیرو با محور میلنگ فاصله داره، باعث ایجاد گشتاور روی میلنگ میشه. این گشتاور هم به ترتیب توسط فلای ویل، کلاچ، گیربکس، دیفرانسیل و اکسل به چرخ‌ها منتقل میشه و البته مقدارش تغییر میکنه.